گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. ببین همین یک آیین نامه مردانه، یک نظام نامه مردی را نوشته است که یکو گر بر سر نفس خود امیری، چون از همه مسئله مشکل برای انسان همین کنترل نفس فقط همین خوردن نیست، نفس خوردن، نفس شهوانی، نفس شهرت، نفس لذت، نفس همه چیز. حسد هم یک نمودی نفس، بخیلی. میگه اگر تو همین نفست رو همه گونه های آن رو نظارت کرده، کنترل کرده، دست گرفته، فرمان داده توانی، همین مردی. پس شرط اول مردانگی همین کنترل کردنی نفس و احساسات. یعنی که همیشه مثل حاکم بر نفس خود اینو میگه که شکم تکی صبر کن، خواهش تو صبر کن، فرمایش بده. امیر، تو امیری نفس خود شوی، امیری بسیار چوب میشی. بنابراین در بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. این دومش بسیار نکته مهمی عملی است. زیرا اگه ببینید کور و کر یعنی همه گونه نقص، همه گونه عیب، همه گونه کمبود. ما میگیم کور و کر، این معنیش نیست که فقط کور و کر مثلا کل اگر یا شل صبح نباشه، یعنی امکانش محدود، یا عقلی است، یا فقیر است، یا بیچاره است، یا بی‌ذیل است، یا یکون کمبود داره، یکون نادانی داره. برای همین اگر خودت رو کنترل کرده تونی و دیگران رو، عیبی دیگران رو نگویی، نکته نگیری، تحقیر نکنی، احترام کنی، همه رو نوبسته از عیبش، نوبسته از کور و کر بودنش، اون وقت مردی. ببینید دو بند، دو سطر یا دو پونکت یا بگم دو ماده نظام نامه جوان مردی. گر بر سر نفس در تمام مردی، در تمام قانون‌های امروزه همین چیز هست. هم در اعلامیه حقوق بشر هست، هم در کمیس حقوق پیدا. گر بر سر نفس خود امیری مردی. ولی استاد باید چیزی بلندتر اشاره میکنه که یعنی اخلاق قدمی گونه باشه که بر کور و کر نکته نگیری، اینقدر تحمل پذیر باشه، اینقدر احترام کنی بشر و انسان رو. بنابراین وگرنه همه انسان کمبود دارن. مردی نبود فتاده رو پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکنون گاهی معنای عادیش که اگر یک کسی افتاد تو برداشتی این مردی خوب است، باز فتاده یعنی کسی که غم دارد، مشکل دارد. میتونه مشکل اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، مشکل جسمانی باشه، روحانی باشه، چی خیلی باشه. یعنی یک آدم نیازمند رو اگر تو کمک کردی این مردی. اگر یک آدم افتاده است در زندگی، در چاه مشکلات، یعنی مردی نبود فتاده رو پای زدن. یعنی اگر یکان افتاده رو پای زدن با یک بار پیشپاییتی و فشارتی و بالای مشکلی نو ایجاد کنی، این مردانگی نیست. برعکس اگر دستی اون فتاده رو گیری، دستی اون مظلوم رو گیری، او رو نجاتی یا کمک کنی رو از اون وضعیت براری، یعنی این مردی است. بنابراین همیجدا یک چیز عجیب است که همین کنسپسی جوان مردی که استاد رو در کمیتیه همچنین یک گفی عادی نیست. اول همون جنبه اخلاقی رو میگیره، جنبه عرفانی تربیه نفس رو که در بر سر نفس خود امیری. این مقدمه همه جوان مردی ها که جوان مردی اساسی اول کسی که خودش رو بعد دوم رفتاری جمعیتی تو که بر کور و کر بر دیگران ایران نگیری، مشکل نآفری با دیگران مردمان
زندگی کنی با احترام. و سوم مسئله اجتماعی رو می‌ماند که یگان افتاده رو، یگان محتاج رو، کسی که احتیاج داره او رو برعکس دستگیری کنی، نه اینکه پیش پازنی و او رو یک بار بالا ظلم بیشتر کنی، بلکه به او کمک کنی او رو برای این همی هر سه درجه همی جوانمردی. بنابراین من میگم که البته ادبیات ما پر از افکار و اشعار جوانمردی است، یکی رودکی در ابتدا استاده است و خیلی سمت داده است که انا مردی، انا میارش. و من فکر میکنم اگر بچه‌های ما همین خیلی فهمن، همین خیلی آموزن، همین یاد گیرن، فکر پداگوژی بود. خب همین سخنرانی که شما گفتید اطراف ما صحبت